مقامات بریتانیا نام گمانبر سوم در حمله هفته گذشته در شهر لندن را اعلام کردند. او یوسف زغبه 22 ساله بود است که باور می رود شهروند مراکش تبار ایتالیا است. پلیس گفت که یوسف زغبه در شرق لندن زیسته و در مد نظر مقامات حفظ حقوق نبود. پیش از این پلیس بریتانیا نام دو گمانبر دیگر را در انجام حمله روز 3 ایون در شهر لندن اعلام کرد. از آنها خرم شهزاد بت 27 ساله و رشید رضوان 30 ساله نام برده می شود. خرم شهزاد بت پدر دو فرزند همراه با خانواده‌اش دوام چند سال در شرق لندن به سر می برد. وی زاده پاکستان بوده حق اقامت در بریتانیا را داشت. پلیس لندن گفت که بت پیشتر در مد نظر مقامات حفظ حقوق بود. پلیس میگوید گمانبر دیگر رشید رضوان همزمان شهروندی لیبیا و مراکش را داشت. در حمله روز 3 ایون در شهر لندن 7 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. هر سه این حملهگر نیز بعد از چند دقیقه حمله بر راهگذران در بالای پل لندن از سوی پلیس کشته شدند.